کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که بر اثر طرمه بزرگ مرگباری که صبح 15 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 09:50 دقیقه بالای محله ناصر خسرو یا شاش خروغ در شهر خروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان فرو ریخت. 13 نفر به هلاکت رسیده، 12 نفر دیگر با جراحت‌های گوناگون در بیمارستان بستری کرده شدند. بر اثر این آفت 4 خانه استقامتی، پر 35 خانه و 5 انشاءات خواجگی قسما خراب شدند. قبلا گزارش شده بود که در برابر دعوا خانه‌های مردم بنای کنسولگری افغانستان و 2 نقطه فروش مواد سوزشواری نیز زیر طرمه ماندند. کمیسیون ولایتی ولایت‌های فوق‌العاده حجم ضرر رسیده را معین می‌کند. همین روز 15 فوریه تقریبا ساعت 12:08 دقیقه در جماعت دیوات ته خروینویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان یک ساکن 30 ساله این دهه زیر طرمه ماند و جان باخت. ساکنان دهه جسد او را بیرون آوردند و به صاحبانش سپردند، اما فاجعه با همین تمام نشد. ساعت 17:10 دقیقه 2 ساکن دهه همسایه خسپای نویه ونج که میخواستند به صدوت به نماز جنازه قربانی طرمه بروند خود در راه زیر طرمه ماندند. یکی را نجات دادند ولی دومی همانو در زیر غرم برف قرار دارد و گفتگو جسد او ادامه دارد. همچنین روز 15 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 12:00 دقیقه در کیلومتر 65 راه ماشینگرد دوشنبه ورزاب طرمه یک راننده 47 ساله را به هلاکت رساند. نجات دهندگان کمیته ولایت‌های فوق‌العاده او را از داخل ماشین بیرون آوردند. به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از 13 تا 15 فوریه سال جاری در جمهوری الکی 27 حالت فروریزی طرمه‌ها ثبت شده. در ناحیه ونج 11 عائله، در ناحیه روشان 335 عائله، در ناحیه شغنان 10 عائله، در ناحیه روشقلا 39 عائله و در شهر خروغ 17 عائله را از منطقه‌های خطرناک طرمه‌ها به مکان‌های امن کوچانیدند. گفته می‌شود اولو غفسی قبت برف در خروغ 95 سانتی متر، در دروا 35 سانتی متر، در صخره‌دشت 90 سانتی متر، در مرکز ناحیه ونج 60 سانتی متر، در دهه‌های کوهستانش تا 1 متر و 20 سانتی متر، در ناحیه روشان 35 سانتی متر، در ناحیه شغنان 60 سانتی متر، در ناحیه روشقلا 35 سانتی متر، در دهه‌های کوهستانی ناحیه اشکاشم تا 90 سانتی متر شده است. بنا به پیشگویی هواشناسان بارشات شدید و خطر فروریزی طرمه‌ها در راه‌های کوهستانی تاجیکستان کمش تا 19 فوریه باقی میماند. در ارتباط با رویدادهای آخر کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از اهالی خواسته است که از سفرهای بدون ضرورت به منطقه‌های پربارش کوهی و طرمه‌خیز خودداری کنند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان شام 15 فوریه در یک اقدام قریب به سابقه در رابطه با آفت‌های طبیعی از جمله فرآمدن طرمه در شهر خروغ که باعث تلفات جانی و خسارات مادی گردید به پیوندان و نزدیکان شخصان علاق شده اظهار تسلیت عمیق کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت با سپارش امامعلی رحمان از حساب شخصان مسئول حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبران اولی یک قطار وزارت حکومت‌ها و کمیسیون دولتی عاید به برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی تأسیس داده شد. اعضای کمیسیون دولتی وظیفه‌دار شدند که در مهلت کوتاه‌ترین عاقبت‌های آفت طبیعی را برطرف کرده به عائله‌های ضرر دیده کمک‌های مادی حکومت را از قبیل مواد خوراک، سر و لباس گرم و دیگر اشیاء روزگار را دسترس نمایند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاکید کرد که رفع برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی تحت نظارت شخصی امامعلی رحمان قرار دارد. ژورنالیست انوره سرکارова رویخط 13 نفر هلاک شده و 12 مجروح بر اثر طرمه صبح 15 فوریه سال 2023 به محله ناصر خسرو شهر خروغ فرو ریخته را نشر کرد. از این رویخط برمی‌آید که 11 تن از هلاک شدگان زنان و دختران بوده، 7 نفر آنها از ناحیه مرغاب بودند. بر اثر طرمه دست کم 4 کودک و همچنین 6 دختر سنشان از 19 تا 22 ساله جان دادند. به نظر می رسد که اکثر قربانیان دانشجویانند که آن صبح نصر از خوابگاه و خانه‌های اجارهشان به درس می رفتند.